بگ وال ماسک یا به اصطلاح غلط آمبو بگ. وسیله بسیار ساده اما کاربردی و نجات دهنده برای نجات جان با این وسیله شما میتونین به بیماری که نمیتونه عمل تهویه رو انجام بده تنفس مصنوعی بدین بدون اینکه بخواین از تنفس دهان به دهان استفاده کنین. اما قبل از اینکه ما بخوایم کاربرد این وسیله و کار باهاش رو یاد بگیریم، باید 2 تا اصطلاح مهم رو یاد بگیریم و تفاوت اونها رو بدونیم. 1. تنفس و 2. تهویه. در واقع عمل تهویه همان عمل دم و بازدم هست. یعنی فردی میتونه عمل دم انجام بده، هوا رو به داخل ریه‌هاش هدایت کنه و عمل بازدم رو انجام بده و دی اکسید کربن رو به بیرون بفرسته. حالا تنفس چیه؟ تنفس در واقع تبادل اکسیژن در داخل خود ریه ها هستش که عمل تنفس رو ما وقتی برای بیمار انجام میدیم که بیمار اشباع اکسیژن خونش پایین باشه که با وسایلی مثل ماسک اکسیژن کمکی به بیمارمون میدیم و در این مریض بیمار میتونه خودش نفس بکشه، میتونه تهویه انجام بده، میتونه عمل دم رو انجام بده و فقط به اکسیژن کمکی احتیاج داره. اما در بعضی از بیماران، مثلا بیمار دچار کاهش هوشیاری، بیمار ما نمیتونه تهویه انجام بده و این عمل دم و بازدم رو توانایی انجامش رو نداره و یا نیاز به کمک داره. در این بیماران ما در 2 صورت میتونیم بهش کمک کنیم. 1. تنفس دهان به دهان به بیمارمون بدیم و 2. با دستگاهی به نام BVM یا بگ والو ماسک بهش تنفس مصنوعی بدیم. در واقع وقتی ما بیرون از بیمارستان هستیم یا جایی هستیم که نمیتونیم از وسیله خاصی استفاده کنیم و در دسترسمون نیست، میایم به مریضمون تنفس دهان به دهان میدیم. اما وقتی در کادر درمان هستیم، در بیمارستان هستیم و دسترسی به وسیله داریم، میایم از این وسیله که همون اصطلاحاً آمبوبک بهش میگن استفاده میکنیم. دیگه اینجا ما نمیخواد تنفس دهان به دهان بدیم، همین آمبوبک کار تنفس دهان به دهان رو هم برامون انجام میده.